میدونم حجاب بهم میاد، همینجوری اومدم یه زاویه دیگه از خودم بگیرم. گفتم حیف شما نبینید. الان بابام استوریمو میبین عشق میکنم. میاد داره خیلی سخته موهای صورتی بپوشونی واقعا. هنوز با گیره بستم. چطوره؟ یه دیگه خودم نشون بدم که بهم میاد. متاسفانه خوشبختانه حالا بابا پسنده دیگه. این زاویه حجاب. البته این حجاب سلکتیوه. حجاب اصلی هم نه. حالا بذار موها معلوم نشه. چقدر نمیتونم این مو رو معلوم کنم. صدای من هنوز باز نشده. ولی واقعا هیچی بی‌حجابی نمیشه. یعنی راحت ترین حالت همینه. من که جلوی اینو نگرفتم. اتاقو این همه لباس شیدم، سرویس شدم، نبود کسی چه بس. این دیگه صدا در نمیاد. خیلی هم خودشیفته ای با همین صدا. اصلا هیچ خجالتی وجود نداره در اون. باید ببینید تا تهش.